تا حالا شده توی جاده باشی و بین دوتا شهر گرسنت بشه، مجبور باشی توی یه رستوران بین راهی غذا بخوری، حتی اگر بدمزه یا مونده و سرد باشه، حتی اگر چیزی که توی منو نوشته باشه رو واقعاً واسط نیارن، یا حتی اونجا اونقدر که فکر میکنی بهداشتی و تمیز نباشه، ولی چون گرسنه‌ای مجبوری تحمل کنی و یه چیزی باشه که فقط بتونی خودتو سیر کنی. قبول دارم توی همچین جایی رفتن واسه غذا خوردن اصلا کار راحت و لذت بخشی نیست، مخصوصا وقتی محیط اونجا تمیز نباشه یا بیشتر شبیه یه خونه متروکه باشه تا رستوران. ساعت 12 شب در حالی که جفتمون عصبانی بودیم داشتیم از شمال برمیگشتیم. به این فکر میکردیم که چرا باید پروژه کاری که 2 سال واسه زحمت کشیده بودیم انقدر راحت رد بشه. ما 2 سال داشتیم روی طراحی یه رستوران بزرگ توی شمال کار میکردیم. هر چیزی که سازنده های مجموعه از ما میخواستن رو انجام داده بودیم. چرا لحظه آخر کارو به کسی دیگه میدادن؟ هی توی سرم داشتم خودخوری میکردم که سامان گفت انگار داری یه صدایی از ماشین میاد، یه لحظه بزن کنار. اینجا وسط بیابون خطرناکه. بزن کنار بابا، فکر کنم پنچر کردی. دارم کنار رو دیدم که بله، وسط جاده نصف شبی پنچر کرده بودیم. رفتم جک و در رو بردم و گذاشتم زیر ماشین تا تایر رو عوض کنم، ولی چون توی سراشیبی بودیم ماشین درست نمی اومد بالا. همینجور که داشتم جک رو می زدم که بیاد بالا یه صدای از پشت درخت ها شنیدم. تو هم شنیدی؟ فکر کنم کسی پشت درخت هاست. شاید صدای باده. از دور یه نوری سریع روشن خاموش شد. این چی بود؟ این که دیگه توهم نیست. نکنه از عمد کسی چیزی انداخته تو جاده که تایر رو پنچر کنه بعدش بیان خفتمون کنن. بیخیال، رو رنگ بریم تا برسیم به جای شلوغ. با تایر پنچر آروم آروم چند کیلومتری رفتیم جلو تا رسیدیم در یه پنچرگیری. مغازش باز بود و خدا رو شکر کارمون رو انجام داد، ولی من همش تو فکرم بود که چرا این اتفاقای بد باید پشت هم واسمون بیفته. دیگه داشتم کلافه می شدم. همینجور که فکر می کردم سامان نشست تو ماشین. قمر در عقرب چیه؟ قمر در عقرب؟ این کارگر پنچرگیریه میگفت امشب قمر در عقربه، هر کاری دارین کنسل کنین فردا انجام بدین. گفت زودتر برید خونه. تو به این چیزا اعتقاد داری؟ بالاخره کار از محکم کاری اب نمیکنه. یه جایی پیدا کنیم یه چیزی بخوریم و زودتر برگردیم خونه. از صبح هیچی نخورده بودیم. واقعا داشت سرمون گیج میرفت. با اون هم اتفاقی که امشب واسمون افتاد بعد یه حال و هوایی عوض میکردیم. من خیلی اهل خوردن غذا توی همچین جاهایی نیستم، اما وقتی نصف شب توی جاده بودیم و به سمت شمال میرفتیم توی هوای سرد و بارونی، وقتی هیچ جایی باز نبود و من و سامان هم هیچی واسه خوردن نداشتیم، اولین تابلوی رستورانی که به چشممون خورد رو رفتیم سمتش. توی یه جاده فری و خاکی با هم میرفتیم. نزدیک 10 دقیقه با ماشین جلو رفتیم. یه جاده جنگلی و خاکی بود و هیچ چراغ یا نوری اونجا ندیدیم. واقعا ترسناک بود. بالاخره به یه کلبه قدیمی رسیدیم. سلام، کسی هست؟ چی میخواین؟ تابلوی رستوران رو زده بودید توی جاده. دیر اومدید، اما هنوز یکم غذا هست. بیاید تو در رو هم ببندید. بوی بدی میومد، مثل بوی آشغال مرغ یا بوی رطوبت هوا و چوب خیس قاطی شده بودن. واقعا حال به هم زن شده بود. پیرمرد گفت فقط کتف و بال مونده، بذارم؟ ما که انتخاب دیگه نداشتیم قبول کردیم. پیرمرد رفت حیاط پشتی تا کباب کنه. چند دقیقه بعد وقتی غذا رو آورد از نوشابه خبری نبود. توی یه تنگ استیل آب آورده بود واسم. من اصلا از غذا نتونستم بخورم. بوی بد اونجا کاملا اشتهامو کور کرده. سامان هم میگفت غذاش مزه عجیبی میده، ولی مجبور بود همشو بخوره و به من اصرار کرد که کتف بخورم. من یه گاز به اون کتف سوخته لاغر زدم که یهو چیزی تو دهنم حس کردم. درش آوردم و دیدم بند انگشت و ناخون آدمه. حالم خیلی بد شده بود. همونجا حالم بد شد و سریع رفتم بیرون و بالا آوردم. رو زمین حالم بد شده بود. یه صندوق آهنی بزرگ اونجا بود. چشمم به زیر اون صندوق خورد و چند لکه قرمز دیدم. دهنم رو تمیز کردم و پا شدم در صندوق رو باز کردم. نه، باورم نمیشد. توی صندوق بدن تیکه تیکه شده ی آدم بود. مچ دست، پا،
گوشت روم از ترس خشکم زده بود. چند قدم اومدم عقب و دیدم پیرمرد داره سامان رو روی زمین میکشه. بی اختیار داد زدم، خواستم فرار کنم ولی پام قفل شد. یه قدم برداشتم و افتادم زمین. پیرمرد به سمتم حمله کرد و با چوبی که دستش بود بهم ضربه زد. من دستم رو آوردم جلو تا از صورتم دفاع کنم که مچ دستم از شدت ضربه‌ای که خورد شکست. بلند شدم فرار کنم. این دفعه محکم چوب خورد توی سرم و حس کردم آب گرم روی سرم ریختن. به سرم دست زدم و دیدم که خون داره از سرم میاد. با هر بدبختی که بود از پیرمرد فاصله گرفتم. اون لنگ میزد و نمیتونست سریع بیاد دنبالم. من خودم رو زود به ماشین رسوندم و سویچ انداختم. پیرمرد با چوب زد به شیشه و هرچی خورد شیشه بود ریخت توی صورتم. من گاز دادم و فقط صدای خوردن پیرمرد به ماشین رو شنیدم. رفتم سمت سامان که سوار ماشینش کنم. پیرمرد پشت سرم نبود. پیاده شدم، چشمام داشت سیاهی میرفت. من هم داشتم بیهوش میشدم. بالای سر سامان که رسیدم فهمیدم نفس نمیکشه. حد زدم شاید پیرمرد چیزی ریخته توی غذا تا اینجوری کاری کنه که قربانی‌هاش نتونن از خودشون دفاع کنن. به خودم اومدم دیدم پیرمرد با اسلحه اون طرفتر از من ایستاده. چه سگ جونی بود. سریع سوار ماشین شدم و با فاصله از کلبه ایستاده بودم. گوشی رو از توی داشبورد در آوردم و به پلیس زنگ زدم. پلیس سریع خودش رو رسوند اونجا. صدای تیراندازی شنیدم. چند دقیقه بعد فهمیدم مدتیه که پلیس دنبال چند نفر که خبر گم شدنشون اومده بود میگشت و همه توسط این پیرمرد با قرص‌های قوی بیهوش و آخر سر تیکه تیکه میشدن. ما یک روز در میون ویدیو داریم و ویدیوی پس فردامون هم راجع به زوجیه که به خاطر شکنجه شدن توسط جنها از همدیگه طلاق میگیرن. این داستان رو فردا شب از زبون یکی از این زوج بشنوید.